السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یک چند وقت هدهد از لشکری سلیمان علیه السلام غایب شده بود، یعنی با سلیمان علیه السلام نبود. و سلیمان علیه السلام گفته بود اگر هدهد برای نبودنش دلیلی نیارد او را عذاب میدهد یا اینکه او را ذبح میکند، یعنی میکشد. بعد از چند هدهد آمد و گفت ای پیغمبر خدا، چیزی را یافتم که تو او را ندیده ای و از سرزمین سبع برایت خبر آوردم. من زنی را دیدم که پادشاه است و به او از هر گونه نعمتی داده شده است و تخت بزرگی دارد. او و قومش را دیدم که به جای خدا برای خورشید سجده می کنند و شیطان آنها را گمراه کرده است. یعنی این دلیل غایب شدن هدهد بود که هدهد در این وقتی که نبود با سلیمان علیه السلام با لشکریان نبود به زمین سبع رفته بود، یعنی به یمن رفته بود و این ماجرا را دیده بود. اکنون دلیل خود را پیشکش میکند که او سرکشی نکرده است از سلیمان علیه السلام، از اوامر سلیمان علیه السلام، بلکه برای کاری رفته است و خبری ضروری آورده است برای سلیمان علیه السلام. سلیمان علیه السلام در تعجب ماند، زن پادشاه است، یعنی چطور یک زن پادشاه می شود؟ و به هدهد گفت میبینم راست میگویی یا دروغ، و خطی نویست به آن پادشاه زن. او را بلقیس می نامیدند، یعنی پادشاه سبع را بلقیس می نامیدند. سلیمان علیه السلام به هدهد گفت خط را نویست و گفت این نامه را به بلقیس برسان، یعنی به آن پادشاه برسان و ببین چی جواب می دهد. هدهد خط را به سبع برد و به بلقیس انداخت و در جای ایستاد. بلقیس خط را وقتی گرفت بزرگان را دعوت کرد و گفت به من خط انداخته شده است. خط را کشاد و خواند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. این از سوی سلیمان است به نام خداوند بخشنده مهربان. بر من برتری مجوید و تسلیم شده بیایید، یعنی ایمان بیاورید. خط بسیار کوتاه بود و برای شخص عاقل فهما بود. یعنی سلیمان علیه السلام در مفهوم این خط نوشت که ای بلقیس لشکر جمع نکن و فکر جنگ را نکن، بیا مسلمان شو، ملکت در دستت میماند، آرام زندگی میکنی، فقط الله یکه و یگانه را عبادت کن. همین قدر، از تو دیگر هیچ چیزی خواهش نیست. بلقیس زنی بزرگ، زنی بسیار زیرک بود و فکر کرد اکنون چی کار کنیم؟ و بزرگان خود گفت به من مشورت بدهید چی کار کنیم؟ بزرگان گفتند ما دارای نیروی بزرگ هستیم، جنگجویانی با قدرتی داریم، سلاحی با قوتی داریم، ولی امر با توست، هر چیزی که تو بگویی همان می شود. بلقیس گفت به ترتیب پادشاهان هنگامی که وارد قریه شدند آن را ویران و تباه می سازند و مردم با قدر را ذلیل می کنند و این گونه رفتار می کنند. یعنی سبع نه آنقدر بزرگ است. سلیمان علیه السلام وقتی بسیار در نامش کوتاه نویست
این فهما بود که بسیار قوت بزرگ دارد و با او جنگ کردن هیچ فایده ای ندارد. اکنون فکر کردن و به این مقصد رسیدن که به سلیمان علیه السلام یک هدیه بزرگی میفرستند. این جواب خط است. یک تحفه بزرگی میفرستند. گفتن یک تحفه روان میکنیم و میبینیم که در جواب چی میشود. در درون تحفه بسیار طلاها و سنگهای قیمت بها و دیگر چیزها بودند. آن تحفه را به سلیمان علیه السلام روان کردند. وقتی تحفه را سلیمان علیه السلام گرفت بسیار غضبناک شد. گفت آیا میخواهید مرا با مال یاری کنید؟ آنچه خدا به من داده است بهتر از آنچه به شما داده است. یعنی این مال و ملک، این چیزایی که به من رای کرده اید، الله متعال بهترش را به من داده است. من برای مال و ملک پادشاه نیستم. مقصدی من راهنمایی کردن است. سلیمان علیه السلام گفت اکنون به سوی آنها بازگرد. پس البته با لشکریانی به سوی آنها می آییم که قدرت مقابله با آن لشکر را ندارند و بیشک آنها را از آن سرزمین با ذلت و خواری بیرون می کنم. بلقیس فهمیده بود که دیگر کار تمام است. اکنون فکر میکرد که به نزد سلیمان علیه السلام برگردد، یعنی با امن و امانی کار را حل کند. خب خبر آمد که بلقیس می آید به نزد سلیمان و سلیمان علیه السلام امر کرد. جنها آمدند. از آنها پرسید کدام یکی از شما می توانید تخت آن را به نزد من بیارید پیش از این که بلقیس به اینجا برسد؟ عفریتی از جنها گفت من او تخت را نزد تو می آورم پیش از آن که از جایت برخیزی. پیش از آن که از جایت برخیزی تخت در نزد تو می شود. عفریتی دیگری گفت که علم کتاب را داشت، بسیار عالم بود، یعنی یک جنی که بسیار عالم بود، گفت من تخت آن را پیش تو می آورم پیش از این که تو مجزنی، یعنی یک پهلو چشمت را بند کنی و باز کنی همون تخت نزد تو می شود. سلیمان علیه السلام راضی شد و دعا کرد این از فضل پروردگار من است تا مرا بیاموزد که آیا من شکر کننده هستم یا نه. پس در یک مدتی کوتاه تخت نزد سلیمان علیه السلام شد. سلیمان علیه السلام امر کرد تخت را دیگرگون کنند، یعنی کمی در تخت دیگرگونی بیارند تا که ببیند بلقیس میشناسد تخت خود را یا نه. پادشاه سبع بلقیس به نزد سلیمان علیه السلام رسید و به قصر در آمد. سلیمان علیه السلام گفت ای بلقیس آیا تو این تخت را میشناسی؟ بلقیس گفت مثل تخت من است. سلیمان علیه السلام گفت این همان تخت توست. بلقیس در تعجب ماند چطور این پیش از من رسید؟ سلیمان علیه السلام گفت این فضل الله است. این تخت را جنها به من آوردند،
یعنی جن ها هم در تحت حکم من هستند. و بلقیس فهمید چی پادشاهی، چی قوتی، چی حکم بزرگی به سلیمان علیه السلام عطا کرده شده است. باز با بلقیس به قصر راه می رفتند. به جای قصر رسیدند که تگش آب بود و بلقیس علیه السلام لباسهای خود را یعنی کمی بلند کرد تا که پایهایش تر نشود. وقتی پایش را گذاشت آب نبود. در تعجب ماند چطور آب است در پایان ولی وقتی پایش را میماند آب نیست. یعنی از بالای آب شیشه کرده شده بود، شیشه بسیار قیمت. اکنون این قصر و این پادشاهی بزرگ را دید. بلقیس فهمید که سلیمان علیه السلام را الله متعال اینقدر یعنی مال و ملک، اینقدر حکم بزرگ عطا کرده است. یعنی من چرا سلیمان را با یک مقدار طلا، با یک مقدار چیزی که بسیار کم است خواستم او را راضی کنم. و سلیمان علیه السلام راضی شد با سخنهای بلقیس. یعنی بلقیس ایمان آورد و به ملک خود برگشت. سلیمان علیه السلام بیت المقدس را از سر نو بنا کرد. بیت المقدس را یعنی مسجد بیت المقدس را یعقوب علیه السلام در زمانه خود بنا کرده بود ولی ویران شده بود. اکنون سلیمان علیه السلام مسجد بیت المقدس را از سر نو بنا کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند وقتی سلیمان علیه السلام مسجد بیت المقدس را بنا کرد از الله سه چیز را پرسید. الله متعال دو تایش را برایش عطا کرد، یعنی دو سوالش را برایش عطا کرد، سیومش را نه. یکم این بود که الله متعال برایش عدل را در حکمش عطا کند، یعنی حاکم عادل باشد. الله متعال برایش عطا کرد. دوم سلیمان علیه السلام پرسید این پادشاهی که الله متعال به او عطا کرده است که در حکمش جنها، پرنده ها و حیوانات هستند، سخن حیوانات را میفهمد، با آنها سخن میکند، این ملک را، این بزرگی را به هیچ کسی بعد از او عطا نکند. این هم به سلیمان علیه السلام عطا کرده شده بود که هیچ کسی بجز سلیمان علیه السلام تا روز قیامت این طور پادشاهی را ندارد و الله متعال برای هیچ کسی عطا نمی کند. سیومین سلیمان علیه السلام دعا کرده بود که کدام هر شخصی که از خانهش می براید و بیت المقدس می آید نماز می خواند همه گناهایش را الله متعال عفو کند مثل طفل بیگناه شود. ولی این نشد. این چیز را الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم عطا کرد که هر شخصی به حج برود و حج را به پرگی ادا کند الله متعال همه گناهایش را عفو میکند. در زمانه سلیمان علیه السلام مردم فکر میکردند که جنها علم غیب را میدانند، یعنی علمی که نخفته شده است فقط الله متعال میداند. مردم فکر میکردند که علم غیب را جنها میدانند. برای چی؟ برای اینکه همه جادوگران از جنها استفاده میکردند. اکنون هم جادوگران از جنها استفاده میکنند. یعنی جنها خبرهای دروغ را به مردم میارند به جادوگران و جادوگران به مردم پیشنهاد میکنند. برای همین
مردم فکر میکردند که جنها علم غیب را میدانند و الله متعال به مردم نشان داد که جنها هیچ چیزی را نمیدانند، آنها هم مخلوق هستند. علم غیب را فقط الله متعال میداند. روزی از روزها سلیمان علیه السلام آمد به جایی که جنها کار میکردند، جنهای گناهگار، جنهای سرکش، جنهایی که گناهگار و سرکش بودند. آنها را یعنی دو جن را در یک جا با زنجیرها بند میکردند و در کارهای سخت کار میکردند، در کوهها سنگ میشکستند و بسیار کارهای سخت را جنها میکردند. سلیمان به همانجا آمد و ایستاد و نظارت میکرد. چوبش در تگ دستش بود و در چوبش تکیه کرده بود و همون کار جنها را نظارت میکرد که ناگهان الله متعال جان سلیمان علیه السلام را قبض کرد. سلیمان علیه السلام در همون حالت وفات کرد. 52 سال داشت. علما میگویند سلیمان علیه السلام 52 سال داشت. وقتی سلیمان علیه السلام ایستاده در چوبش تکیه کرده وفات کرد، چشماش گشاده بود. هیچ کسی نفهمید که سلیمان علیه السلام وفات کرده است و جانشین سلیمان علیه السلام فهمید که سلیمان علیه السلام وفات کرده است، اما هیچ سخنی نکرد. جانشین سلیمان علیه السلام می آمد و در گوش سلیمان گویا چیزی می گفت و بر می گشت. جنها فکر می کردن سلیمان علیه السلام زنده است. وقتی به پشت نظر می کردن سلیمان علیه السلام ایستاده است. شب و روز چشماش گشاده فقط جنها را نظر می کرد. یعنی چشماش گشاده، جنها فکر می کردن که سلیمان علیه السلام ما را نگاه دارد. وقتی به پشت نگاه می کردن سلیمان علیه السلام چشماش گشاده است، کار می کردن. 1 سال همین طور سلیمان علیه السلام بالای چوب خود تکیه کرده، چشماش گشاده وفات کرده بود و در همون حالت بود. جنها کار میکردن تا وقتی که چوبش شکست و سلیمان علیه السلام افتید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پس چون مرگ را به سلیمان مقرر داشتیم، کسی آنها را از مرگش آگاه نساخت. وقتی سلیمان علیه السلام وفات کرد، هیچ جنی نفهمید که سلیمان علیه السلام وفات کرده است. یعنی اگر علم غیب را میدانستند همان زمان میفهمیدند که سلیمان علیه السلام وفات کرده است، ولی هیچ کسی نفهمید که سلیمان علیه السلام وفات کرده است مگر جنبنده، یعنی یک مخلوقی بسیار میده کوچک عصای سلیمان علیه السلام را میخورد، بین عصای سلیمان علیه السلام را میخورد مدتی همین 1 سال. پس چون عصای سلیمان علیه السلام، چوب سلیمان علیه السلام شکست، سلیمان علیه السلام بر زمین افتاد. اکنون جنیان فهمیدند که غیب را نمیدانند. همه مردم فهمیدند که غیب را، یعنی علمی که پنهان است، فقط الله متعال میداند. هیچ جنیات و هیچ مخلوق از علم غیب با خبر نیست. به هر کسی علمی داده می شود از جانب الله متعال است.
یعنی بعضیا میگویند اولیای خدا علم غیب را میدانند. نه، اولیای الله علم غیب را نمیدانند. پیغمبران هم علم غیب را نمیدانند. ملائک هم علم غیب را نمیدانند. هیچ کسی با علم غیب آشکار نیست مگر اینکه الله متعال برایش عطا نکند. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هر سخنی را که میکرد از نزد الله متعال میکرد. و ما ینطق عن الهوى، یعنی هر سخنی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن میکرد از هوا و هوس خود، از درون خود نمیگفت. این هو الا وحی یوحى، مگر اینکه وحی است که به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده میشد. این بود قصه سلیمان علیه السلام. در دوام قصه میبینیم بعد از وفات سلیمان علیه السلام چی کارها شد و چی ماجراها گذشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت